سلام به روی ماهتون عزیزای دل. راحیل رضاپور هستم، مدرس رسمی فنی حرفه‌ای. امروز اینجا هستیم خدمت آقای دماری، دانشمند بزرگ کشورمون. آقای دماری لطف می‌کنید خودتون رو معرفی کنید؟ سلام عرض می‌کنم خدمت همگیتون. رامین دماری هستم، تولید کننده برند بورمی در ایران. خیلی خوش اومدید. مفتخر هستیم از حضورشون. آقای دماری امروز میخوان درباره یک مسئله خیلی مهم و یک دغدغه‌ای که همه خانم‌ها دارن با ما صحبت بکنن. دغدغه سفیدی مو. واقعا دغدغه مهمی آقای دماری. خیلی یعنی خانم‌ها هم با سفیدی موهاشون مشکل دارن، هم با رنگ کردن سفیدی موهاشون مشکل دارن، به واسطه اینکه علم اشتباهی نسبت به این مسئله دارن. یعنی ما نمیخوایم بگیم قطعا اشتباهه، ولی درست‌ترش رو سعی میکنیم امروز به شما به واسطه ایشون بیان. یعنی چیزایی که میخوایم یاد بگیریم امروز واسه خود منم جدیده. خب آقای دماری لطف میکنید واسه ما یه توضیحاتی راجع به ساختار تار موی سفید بدید؟ ساختار تار موی سفید، خب مویی که سفید میشه یعنی عملاً ملانین مو رو از دست میده. خب وقتی ملانین مو از دست بده یعنی از ریشه دیگه هیچ ملانینی تولید نمیشه. همون رنگدانه هایی که در کورتکس مو یا مغز میانی مو وجود دارن. پس یک مو از رنگی طبیعی که داره در میاد، هر رنگی باشه در میاد و سفید میشه، چون که هیچ ملانینی تولید نمیشه. ببخشید من میونه کلمتون صحبت کردم. یعنی مویی که سفیده دیگه ملانین نداره؟ دیگه نه، صفر. خالی از ملانینه. بله، خالی از ملانینه. خب. اصلا تولید نمیشه. پس حالا ما میخوایم به وسیله رنگ مو، این رنگ مو هم خودش ملانینه دیگه، خودش هم رنگدون است. این ملانین شبیه سازی شده به ملانین طبیعی. اینا رو ما میخوایم وارد مو بکنیم و مو رنگ بگیره. حالا در پروسه رنگ کردن چه چیزایی نیازه؟ اکسیدان نیازه و رنگ مو. خارج این دوتا که ما نداریم. شما به عنوان یک تکنیکال حرفه‌ای دقیقاً شما با این دوتا استفاده میکنید. رنگ رو نیاز داریم و اکسیدان. هر کدوم این دوتا محصول عملکرد خودشون رو دارن و توانایی که براشون تعریف شده. خب عملکرد اکسیدان، چون که اکسیدان اسیدیه، خب pH موی انسان هم اسیدیه، پس هیچ موقع نمیتونه اکسیدان بیاد پولک رو باز بکنه، چون که اسیدی رو اسیدی هیچ تأثیری نداره، فقط میاد اکسیدان عملکرد، فقط میاد ملانین مو رو از بین میبره. فقط فرآیند اکسیداسیون رو در ملانین های مو انجام میده که حتی اگه رو دست ما هم اکسیدان بخوره، اکسیدان آب اکسیژنه داره و میاد ملانین کف دست ما رو از بین میبره، بیرنگش میکنه. ولی چون که خب بدن انسان ملانین تولید میکنه، دوباره این پوست برمیگره به حالت اولیش. ولی چون که مو خب یه مرده است، نمیتونه ملانین دوباره تولید بکنه، چون که از سر خارج شده، قطع ملانین میشه. وقتی هم موی هم که سفید شده دیگه کلا ملانین نداره. پس اکسیدان عملکردش رو موهای سفید هیچ عملکرد مثبتی نداره. اکسیدان تنها. پس اینجا ما میایم رو وظیفه رنگ. وظیفه رنگ چیه؟ وظیفه رنگ به عنوان تعریفی که واسه شده، چون آمونیاک داره، اون آمونیاک میاد. آخه اینو شما الان برای این گفتید که در فرایند رنگ شوندگی موهای سفید تکنیک هایی رو میگن، مثلا مثل مردانساژ، که میگن قبل از اینکه شما مو رو رنگ بکنید به مو اکسیدان بزنید. اشتباه. کاملا منسوخ شده این تکنیک که قبل از اینکه به مو رنگ بزنید، مو رو توی سرشور به اکسیدان آغشته بکنید تا کوتیکول مو باز بشه. بله. خب این از نظر علمی کاملا رد شده است، چون چیزی که کوتیکول مو رو باز میکنه اصلا اکسیدان نیست. اکسیدان اسیدیه. اکسیدان توانایی باز کردن کوتیکول موی شما رو نداره. اون چیزی که کوتیکول موی شما رو باز میکنه ترکیب رنگ و اکسیدان با هم دیگه است. ترکیب پودر و اکسیدان با هم دیگه است. حالا شاید کسایی که دارن این فیلمو نگاه میکنن شاید یه دفعه پیش خودشون بگن که ما داریم اشتباه میگیم، ولی اینو میخوام بهتون بگم علم اینو میگه. دیگه شما دارین از کسی اینو میشنوین که اینو داره تولید میکنه، پس ما مواد اولیه و موادی که این داره درست میشه رو کاملا روش
تسلط کامل داریم، میدونیم چه وظیفه‌هایی تعریف شده. پس این از زبون ما داره میاد بیرون، مطمئن باشیم با تحقیقات و علم بروزه و ما میدونیم 100% اینو داریم. الان این فیلمو با جرئت داریم با شما میگیریم، یه اطلاع رسانی واقعا درست و صحیحیه. نه خب باید اینو بدونن عزیزای دل، به خاطر اینکه خیلی گفته میشه که مثلا شما بیاید قبل از اینکه مو رو رنساژ بکنید یا قبل از اینکه مو رو رنگ آمیزی بکنید به مو اکسیدان بزنید یا توی سرشور با اکسیدان آغشتش بکنید تا این کوتیکول مو باز بشه. اگر می‌خوایم این یک باور اشتباهه. بله. به نظر من کاملا یک باور اشتباهه که بله. امیدوارم هنرجوهای من حداقل دیگه از این به بعد این کارو نکنن. بله. یا روند دیگری رو دارن که چیه؟ بهش میگن بسترسازی مو قبل از رنگامیزی. بسترسازی مو قبل از رنگامیزی موی سفید. این میان میگن با یک رنگ سوپر بلوند، رنگی که سوپر بلونده، بیایید مو رو با اکسیدان فرزن، اکسیدان شماره 9 و یک رنگ سوپر بلوند مثلا 1021 یا 1031 یا فلان، بسته به طیف سلیقه‌ای مشتری، روی موی سفید این ترکیب رو بزنید، به مو شوک وارد بشه، این هم چیز دیگه ایه که میگن، بعد به مو ترکیب رنگ دلخواهتون رو یعنی بشورید. اینجا دیگه بحث سفیدی مو نیست، چرا یعنی دار به موی مو. سفید اینو بزنید، بعد بشورید، بعد ترکیب رنگی که میخواید، مثلا اگر شکلاتی دودی میخواید بزنید، شکلات طلایی میخواید بزنید، مسی میخواید بزنید، شرابی میخواید بزنید، هر رنگی رو که میخواید بزنید روی مویی که به شوک وارد شده بزنید. حالا من این از نظر علمی آیا درسته؟ حالا من یه صحیحه؟ چیز کلی میگم بعد میرسیم به این صحبت شما، چون که ادامه صحبت من موند. من درباره اکسیدان گفتم که این اکسیدان پس نمیاد پولک رو باز بکنه، پولک رو این باز میکنه. خب این تا اینجا کار رو داشته باشیم که این اصلا پولک باز نمیکنه، این پولک باز میکنه به عنوان آمونیاک. این آب اکسیژن میخواد ملانین رو از بین ببره، پس موی سفید ملانین نداره. پس بین این و این مهم اینه، در موی سفید، در موی سفید نه در موی مشکی. در موی مشکی جفتشون تاثیرگذارن، چون که اینم میخواد بیاد موی مشکی و موی تیره رو ملانین رو از بین ببره، رنگ میخواد پولک رو باز بکنه، بعد میخواد عملیات رنگ‌آمیزی انجام بشه. کار حالا خود رنگ دوباره داستان داره، خود رنگ دوره وظیفه‌اش اینه که 10 دقیقه اول چیکار میکنه، 10 دقیقه دوم چیکار میکنه، 10 دقیقه سوم. این دوباره خود رنگ سه تا وظیفه طلایی داره که 10 دقیقه اولش طلاییه که اونو نباید کسی از دست بده. تو مبحث رنگ ما میتونیم دوباره درباره این صحبت بکنیم، ولی الان چون که میخوایم درباره موهای سفیدی صحبت بکنیم و کم علمی‌تر باشه که جا بیفته برای همه، پس ما اینجا اینو نداریم که کاری نمیکنه، این باید کار کنه. حالا شما میخواین موی سفید رو رنگش کنی، نیاز چی بشه؟ نیاز این پولک باز بشه. پس ما فهمیدیم که این باز نمیکنه، پس میخواد این باز بکنه. دو راه داره. شما یا میای با یک شامپوی قلیایی میای یه شوک به مو میدی، چون که شما اولین چیزی که میخواین برین در باد بزنین در پولک باز بشه. چی بازش میکنه؟ معجزه که نمیشه، باید یه چیزی اونو باز بکنه. شامپو قلیایی چون که اختلاف داره با خود پهاش مو، این کارو میتونه بکنه که پولک رو تحریکش کنه، یه شوکی بده، پولک کمی بتونه باز بشه که عملیات رنگ‌آمیزی راحت‌تر انجام بشه برای موی سفید. یا اینکه طرف میبینه من مثلا شامپو قلیایی ندارم، پس چیکار کنم؟ میاد رنگ مویی که میخواد بزنه، مثلا همین انتخاب کرده 772 بورمی، میخواد همینه بزنه، میاد اول از قدرت آمونیاک این برای باز کردن پولک به تنهایی استفاده میکنه. یعنی میاد اینو فقط میاد، خب سفیدیا رو میتونه رنگو بزنه بدون اکسیدان بزنه که از قدرت آمونیاک استفاده کنه که پولک‌ها شوک پیدا کنه، پولک‌ها باز بشه. بعد همین رنگو دوباره با اکسیدان ترکیب بکنه، اجراش بکنه. این میشه یک نفوذ پیگمنت وارد کوتیکول مو میشه که دیگه به همین آسونیا نمیتونه، این پوشش 100% میتونه به شما بده. اینجا که دیگه شما احتیاج ندارید اکسیدناتون اکسیدن قوی باشه،
برعکس همه فکر میکنن با اکسیژن قوی تر باشه پولکه بازتر میشه. نه واقعا لازم نیست. دیگه احتیاج نداره. شما میتونید اکسیژن 10 استفاده کنید، اکسیژن 20 استفاده کنید، دیگه احتیاج نیست اکسیژن 30 استفاده کنید. اصلا لازم پس میتونید اصلا اکسیژن 5 هم استفاده بکنید. تازه همش هی میگن باید با اکسیژن قوی تر بره، در صورتی که به نظر من ما فقط به یک اکتیواتور رنگمون لازم، بله. یعنی اکتیواتور رنگمون رو احتیاج داریم پس واسه شد یک دو کار راه، رنگ سفیدی. یا شامپوی قلیایی 5 دقیقه مکس بدن، 5 تا 10 دقیقه که بتونه شامپو پهاش مو رو تغییر بده. خیلی از مشتری‌ها باز از این بشه. میترسن، یعنی چرا تا ترس بهشون نداره؟ میگیم شامپوی قلیایی یه کوچولو عقب نشینی میکنن. خب اگه اونجوری حساب بکنی آسیب اکسیدان به عنوان آب اکسیژن از شامپو قلیایی بالاتره. خب علمش رو ندارن. شامپو قلیایی آنچنان آسیب یه اختلاف پهاش فقط بین پهاش با اون قطره مو. پH چنجر هم میتونیم این کارو بکنیم؟ نه اون کار اون فقط برعکس این بله، پروسه رو انجام میده. اون قطره اسیدیه، یعنی اسیدیه، آمونیاک رو پهاش رو بالانس پایین میکنه. میاره. میاره. مگر شما یه قطره‌ای داشته باشی که قلیایی باشه بزنی، آره اون میشه قطره قلیایی، یعنی قطره په‌هاش دیگه قلیایی قلیایی. ولی خب من خودم ترجیح میدم با یه شامپوی قلیایی این کار انجام بشه. اگه نبود اون رنگ از خود رنگ، چون که آمونیاک داره و آمونیاک باعث باز شدن پولک میشه، استفاده بکنم بعد همون رنگو اجرا بکنم با اکسیدان. دیگه اکسیدان قوی احتیاج ندارن. اگه این مطلب رو خیلی خوب بتونن اینو درکش بکنن که وظیفه اکسیدان چیه، وظیفه رنگ چیه، خیلی قشنگ میتونن همه این چراغای خاموش ذهنشون رو روشن بکنن. رنگ‌های اینتنس چی؟ اینتنس میاد فقط میاد چیکار میکنه؟ فقط میاد تعداد پیگمنت ها رو زیاد میکنن. خب ما که اصلا رنگ موی بومی ابسولوت یعنی خالص، ما عملا اینو اصلا کلا این رنگ مو خالصه، یعنی ما خیلی راحت میتونیم با پیگمنت های مثلا 772 بیایم 3 تا رنگ دیگه ای که اینتنس نیستن رو درست بکنیم با پیگمنت هایی که داخل اینه. این اصلا رنگای بومی همشون ابسولوت، ما روش هم زدیم ابسولوت. این اینتنس یعنی حالا همون حالت تقلیص شده. آره که تعداد تراکم پیگمنت ها تو شستشوهای مکرر هر بار که میشورن یه سری پیگمنت بین میره، ولی چون که ابسولوته تعداد بیشتری میمونه و تو شستشوهای بالاتر، یعنی بالای 25 بار شما اون رنگ رو رمود داری، مخصوصا رو موهای سفید 25 بار تضمین شده. بله. البته تو 20 بارشو خیلی رنگ کامل میمونه، ولی دیگه بعد همین الان 5 بارشو زد زیرش. آره نه. آخه می‌بینین چرا؟ به خاطر اینکه اگه شامپو سیف کالر استفاده کنن، واقعا خیلی مهمه که اگه محصول افترتون چی ماسک باشه. سیف کالر استفاده کنن، اگه اینا رو بیا مرتب استفاده بکنن که خیلی چیزایی که معمولا مشتری‌ها اینا رو استفاده کنن، من میگم 30 بار. ولی چون که ما میدونیم یه سری جنس خود محصولات موام و آبی که در اون محوطه روی موهاتون زده میشه، من اینو چند وقت پیش هم یه سری استوری واسهتون گذاشتم، اینکه سختی آبتون چه شکلی باشه آبی موهاتون رو بشورید خیلی مهمه. یه چیز دیگه هم هستش، یه وظیفه شما به عنوان که تو این کار هستین به کارآموزاتون هم بگین، یه مشاوره دادن به همون کسایی که زیر دستتون هستن میان خدمات میگیرن، یه آموزش بهشون بدین که شامپو سیف کالر، حالا مخصوص موهای رنگ شده، ماسکشون رو هم نحوه زدن، مخصوصا ماسک نحوه زدن اینو شما بهشون بگین، کار خودتون راحت میشه. اینو من دارم به شما میگم که بگی هم کار ما راحت میشه هم کار شما. ما این وظیفه رو انجام میدیم آقای. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. البته دست پرورده ایم. خواهش میکنم. شما که استادین. خب این آموزشی که شما دیدید امروز در رابطه با تار موی سفید که من خودم هم تقریبا خیلی چیزاشو همین الان یاد گرفتم، کلید گنج اسرار خانوما، یعنی به نظر من واقعا باید همتون اینو سرلوحه کارتون قرار بدید. انشالله از این به بعد از این مدل آموزش‌ها بیشتر خواهیم داشت در کنار آقای دنبالی عزیز. با افتخار می‌بینیمتون بازم. سابسکرایب کنید، لایک کنید و کامنت خارجی بذارید که از این ویدیوها بیشتر داشته باشیم.